خوش آمدید به کانال پخت و پاسای خانگی. ما امروز همراه домашний мороженое тайёр میکنیم. بیاد خواهشکی мороженое طرزی تیار کنیم. мороженое نشان دیم. من الکی شکر خدا بهارم برآمدیم. من мороженое یعنی سلیفکی 30% تیار میکنم. برای اینکه سلیفکی 30% پیتمال یعنی ناتورální سلیفکی. یک وقتی ویش نیست است. دفعه خیمیش نیست است. برای همین من تیار میکنم. мороженое بیاد عالی تیار میشه. محصولات لازمه برای ما من گرفتم. من نیم لیتر یک بانکا سلیفکی 30%، سوگوشانه ملکا و شکلات کاندیترسکی گرفتم. میتونید یعنی شکلات پلیتیشنی استفاده برید. پلیتیشنی воздушний نباشد. воздушний خوش آب نمیشد. من این مایده چاش گرفتم. مایده چاش گرفتم بیاد نه آسان‌تر یعنی آب شویش. من اینجا باشد قوطیچه‌ای одноразовый یعنی این قوطیچه گرفتم برای تیار کردن мороженое ما. میتونید دیگه نمودش بگیرید یا که میتونید یگان کاسه تیار کنید. من باشم امروز همین قوطیچه تیار میکنم. این محصولات برای تیار کردن مراژنی ما لازم است. شکلات ریختم 2 قاشق روغنی رستنی. ما اینو میتونید میکرووالناف کنداب کنید و دینای پرنده یا که بالی آبی جوشبه بگذارید. شکلات ماندم بالی آبی جوشبه من نگاه کنید چه شروع یعنی آب میشه. خیلی آمیخته کنیم همش یعنی خوش رو آب میشه. من شکلات خوش رو آب کریم. هر یک رو می قوطیچه одноразовый مویه یعنی شکلات میگیریم. گردو پاکیت یعنی شکلات میکنیم. من قوطیچه میتونم شکلات کنم. خیلی گردو پاکیت یعنی چرخ میزنم که همه جاش یک خیلی شکلات شود. من گرفتم. من فالکا خوش رو پرو میکنیم. موضوع یعنی مرزینیک با میمونیم. همه قوطیچه مویه نمیتونم یعنی شکلات میکنیم. یعنی تا چند رسیدنی همین و همه شکلات ما قوطیچه مویه یعنی شکلات میکنیم. من چرخ زنانی خودش همه جای قوطیچه یعنی شکلات میشه. من سیری میشه. من نمیتونم یعنی شکلات کنم. آخرش من نمیتونید یعنی گرید از نف خودش می قوطیامو شکلات شود. میتونید من خودش میریزه. من قوطیچه شکلات کردم. راستیگه وقتی چرخ زنان سگینده دستم شکلات بود کمتر داغ شد. من شخ شد نمیتونم. روز ما اینا یعنی مرزیلنیک بمیمونیم. شکلات کاندیترسکی میدانیم یک دنبه یعنی شخ میشد. ما اینا مرزیلنیک مونده یعنی مراژنشو تیار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلیفکای گرفتم کاسه. من سلیفکای تا تیار کردنی یعنی شکلات مرزیلنیک و من بگیرم که خوش رو یخ کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یعنی 5-6 دقیقه لب میزنیم تمام. من کمتر سخت شد با مدتی 2-3 دقیقه. ما کل یعنی سوگوشانه ملکا همراه میکنیم. با خواهش خود اگر شیرینی دوست دارید بسیارتر خیلی مزهشه یعنی چشیده بینید چه خیلی میبیاد. من کرمی ما تیار یعنی برای مراژنه. ما اینا سخت یعنی لب نمیزنیم. سخت نمیکنیم. برای چی؟ برای اینکه اگر ما اینا سخت لب زنیم همین کریمامو سخت کنیم وقتی که یخدان بمیمانیم مراژنه تیار میشه سخت میشه در بعدی گرفتن آب میشه. اگر ما این خیلی سیوختر کرده مراژنه کرده سختتر کنیم یعنی انچه میستد سخته که خیلی دل نگیریم برای خوردن. برای همین من همین طرف باید تیار شود. من قوطیچه ما تیار الکه یعنی مراژنه با من درنی همین شکلات با یعنی پر میکنیم همین سلیفکی. من نمیتونم پر کنیم. من میگذارم آبانش یعنی چوبچه مراژنه من مرزیلنیک با میچینیم از نف. من 7 دانه مراژنه شد 6 دانه شکلات و 1 تا سفید یعنی ما با مدت 2-3 ساعت یعنی مرزیلنیک با میمونیم. بعد گرفتیم ببینیم که مراژنه ما چقدر تیار شده است. من چگونه ببینید مراژنه ما هم تیار شد. ما اینا که قوطیچه‌اش میگیریم خوش سخت شدگی من میتونید یعنی کارت چکیمی یا قایچ چکیمی کمتر من همین کردانش یعنی قوطیچه‌ش بریم برای گرفتنش آسان شده. من
نگاه کنید شکلات ها چه شروع یعنی شخ شدگی. منه یعنی مراجنه ما نگاه کنید چه خیلی آمده است. منه خوش شروع سخت تکک شکلاتش هم خوش شروع بالاهاش هم گیرداش هم یعنی شکلات شده است. من همشه یعنی نمیتر میکشم. من چگونه میبینید مراجنه ما هم تیار شد. ملکه مزهش چشیدن به حد بوی خوش رو میکند. سلیفکی میدونیم که مزهش چه خیلی منه سلیقی خوش رو آمده است. ачоибот با لذت شما هم حتما برای نزدیکان خود، برای فرزندان خود، برای عائله خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساtsiya کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.